ما آمادگی کامل داریم تا قسمی که از آغاز پروسه تا اکنون تمام یافته‌های خویش را از نظریات مردم با رهبری محترم شورای عالی مصالحه ملی شریک ساخته و در راستای تحقق اهداف والای این شورا عمل نموده ایم. در آینده نیز اقدامات لازم را برای عملی ساختن برنامه‌های شورای عالی مصالحه و کمیته محترم رهبری شورای عالی مصالحه ملی روی دست بگیریم. حضور شما یک پیغام واضح به تمام شرکای ما در منطقه و جهان و تیم مصالحه ما و مخصوصا به مردم افغانستان است. کوشش ما میخواد بود که در مجمع عمومی و در جمع در شورای عالی مصالحه ملی تا حد ممکن ما تمثیل اجماع مردم افغانستان داشته باشیم. به صلح نباید نگاه منفعت طلبانه داشته باشیم. در ادامه جنگ بقای هیچ کس تضمین نمیشه. فقط نابودی افغانستان نه در قبال داره. به عنوان یک ضرورت برای ختم جنگ کوشش اصلی همه ما متمرکز به تحقق همین هدف خواهد بود. قربانی مطلق ضروری است برای نظام نه برای مقام. کل ما رفته نیستیم، اما نظام جمهوری اسلامی افغانستان قربانی میخواد. صلح قربانی میخواد. اینا نقطه کلیدی است که صلح داخل ثبات، صلح که موجب ثبات شد. گم شده اصلی ملت افغانستان ثبات است که امروز ما بتونیم هر طفل ما، هر جوان ما برای آینده خود پلان گذاری کنیم. اگر با روحیه همدیگر پذیری، تحمل و ذهنیت همه شمول بریم به این و به گفته مشاعر که کتابای چیزایم او زوایم چیزایم نبته نبزایم کتابای چیته زوایم چیته همبته همبزایم. با همین روحیه مردم افغانستان توقع دارند که از قربانیشان نمایندگی صورت بگیرد.